بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما پذیرفته شدگان گرامی. مقدم شما را به بزرگترین دانشگاه دولتی کشور، دانشگاه پیام نور گرامی می‌داریم. در خدمت شما هستم تا نحوه ثبت نام غیر حضوری و ارسال مدارک در سامانه گلستان را خدمت شما توضیح بدم. قبل از اینکه وارد سامانه گلستان بشید، بهتر مدارک خودتون رو آماده کنید و عکسی از اونها تهیه کنید یا اسکن مدارک خودتون رو تهیه کنید تا در حین انجام مراحلتون در سامانه گلستان دچار مشکل نشید. کلیه مدارک مورد نیاز شما در پورتال سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با آدرس pnu.ac.ir بارگذاری شده. به طور خلاصه شما مدارکی که نیاز دارید، یک اسکن از عکستون هستش که در واقع حجم اون بیشتر از 250 کیلوبایت نباشه، عکس صفحات شناسنامه‌تون، عکس کارت ملیتون پشت رو و عکس مدرک دوره دوم در واقع نظام متوسطتون، ویژه افرادی که نظام 633 بودن، افرادی که دیپلم و پیش دانشگاهی‌های زمان قدیم هستن، عکس اون مدارک رو باید آماده داشته باشن. ریزه نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی، افرادی که داره مدرک پیش دانشگاهی هستن، افرادی که با در واقع مدرک کار دانش دارن باید حتما مدرک کاردانی داشته باشن، فوق دیپلم خودشون رو عکسش رو تهیه کنن یا اسکن کنن و یک در واقع شماره همراه که پیشنهاد میشه حتما به نام خودتون باشه، سیم کارت که در مراحل بعدی که شما درخواست وام‌های صندوق رفاه رو بخواید داشته باشین حتما باید این سیم کارت به نام خودتون باشه. یک کارت بانکی که رمز پویا داشته باشه. جهت تایید تحصیلی شما نیاز دارین در انجام مراحل ثبت نامتون. و اما در خصوص مدرک نظام وظیفه، پذیرفته شدگان آقایی که باید از موافقت تحصیلی استفاده کنن حتما باید به مرکز واحدی که قبول شدن مراجعه کنن تا کارشناس نظام وظیفه به شما یک معرفی نامه داده که شما همان نامه‌ای که به شما داده میشه به پلیس علاوه 10 میبرید و به شما یک معرفی نامه میدن که شما در مقابل مدرک نظام وظیفه باید اون رو اسکن کنید و عکس اون رو بارگذاری کنید. و افرادی هم که خدمت سربازی کردن یا معافیت دائم هستن، عکس مدرک خودشون رو باید آماده داشته باشن. خب وارد سایت گلستان میشیم با آدرس reg.pnu.ac.ir و بر روی ورود سیستم کلیک میکنیم. بر روی ورود به سیستم کلیک میکنم. خب در قسمت شناسی کاربری شما با پیشوند 3201 و در ادامه شماره پرونده ای رو که شما در سایت سنجش ثبت نام کردین رو ادامهش وارد میکنید. در قسمت گذرواژه کد ملیتون رو وارد میکنید و در این کد هم کد امنیتی مقابل رو باید تایپ کنید. بعد بر روی ورود کلیک میکنید تا وارد سامانه گلستانتون بشید. همونجور که ملاحظه میکنید وارد پنل شخصی خودتون در سامانه گلستان شد. کافیه که بر روی دانشجو، پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدید ورود کلیک کنید. خب همونجور که ملاحظه میکنید اینجا باید یه سری اطلاعات رو شما تکمیل کنید. کافیه که بر روی انتخاب کلیک کنید تا اطلاعات شخصی خودتون رو در اینجا وارد کنید. بهتر تمامی این آیتم ها تکمیل بشه. فقط یک نکته اینجا لازم من یادآوری کنم، در قسمت شهر محل تولد شما بهتره که اول شهر رو بنویسید بعد جستجو رو بزنید تا شهر انتخاب بشه. در واقع در اینجا هم خب شما باید مدارکی که اول بار گفتم آماده کنید، باید عکس 3x4 خودتون رو که اسکن کردید رو اینجا ارسال کنید. خب تا عکس خودمون رو در اینجا مشاهده کنید. خب در قسمت شماره تلفن همراه حتما سیم کارتی که به نام خودمون هست رو اینجا وارد میکنیم. در قسمت شماره تماس ضروری بهتره که یکی از شماره تماس‌های والدینمون رو وارد کنیم. این قسمت هم که مربوط به اتباع هسته و بر روی لینک
کلیک کنن و وارد بشن تا تایید تحصیلشون رو بگیرن. خب در این قسمت مشخصات دیپلمتون میخواد. شما یک کد دانش آموزی بر روی کارنامه‌های تحصیلی خودتون دارین که اینجا باید وارد کنید. شیوه اقصا دیپلمتون رو هم باید وارد کنید. خب شهر محل اقصا دیپلمتون رو هم وارد میکنید. خب قسمت خیلی مهم اینجا تایید تحصیلی هستش. شما بر روی این لینک کلیک میکنید، وارد سامانه تایید مدرک تحصیلی میشید. خب اینجا از ما سوال میکنه که شما نظام تحصیلیتون چیه، باید با توجه به اون که نظام تحصیلی که داشتیم انتخاب کنیم. من با مثلا نظام 633 بودم، انتخاب میکنم، کد امنیتی مقابل رو هم وارد میکنم و تایید رو ادامه میزنم. ملاحظه میکنه وارد سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی شدیم. نوع مدرک خب من تایید تحصیلی میخوام. در این قسمت اطلاعات هویتی رو باید وارد کنیم. مشخصات خودمون رو وارد میکنیم. خب در قسمت پایین از ما اطلاعات فارغ التحصیلی رو میخواد. نظام آموزشیمون رو باید وارد کنیم. استانی که در اون شما دیپلمتون رو گرفتید، فارغ التحصیل شدید. مثلا من کرمان بودم، کرمان انتخاب میکنم. مقطع آموزشیم، منطقه و به همین ترتیب رشته رو شما باید وارد کنید. مدرسه فارغ التحصیلیتون رو باید وارد کنید. بهتر اولشون رو بنویسید بعد سرچ کنید. در این قسمت اطلاعات فارغ التحصیلی که وارد کردیم، قسمت بسیار مهم بعدی مشخصات استعلام گیرنده است. یعنی شما این تایید تحصیلی رو برای کدام دانشگاه پیام‌نور و کدام استان میخوای ارسال کنید. به عنوان مثال استان استعلام گیرنده رو من اینجا پیام‌نور در استان کرمان هست انتخاب میکنم. نوع استعلام گیرنده کدوم دانشگاه هستش؟ دانشگاه پیام نور هستش در واقع. خب در کدوم مرکز واحد شما قبول شدید؟ در قسمت بعد باید استعلام گیرنده رو همون دانشگاهی که مرکز واحدی که شما قبول شده انتخاب کنید. عنوان استعلام گیرنده میشه عنوان نامه‌ای که در واقع مورد خطاب قرار میگیره، میشه دانشگاه پیام نور رفسنجان. ادامه و گام بعدی رو میزنیم. همونجور که ملاحظه میکنید اطلاعاتی رو که شما وارد کردید در اینجا رعایت میکنید و بهتره که اسکرین شات از اینجا داشته باشید. مرحله بعد وارد پرداخت میشیم. درگاه پرداخت یک کارت که متصل باشه به در واقع رمز پویا داشته باشه. اینجا ما شماره کارتمون رو میزنیم و مبلغ 22,000 تومان این رو که گفته باید واریز کنیم. خب وقتی که شما پرداخت رو انجام بدید به شما یک سریال میده که همون سریال رو در مراحل ثبت نام باید وارد کنید. ببینید من پرداخت رو انجام دادم، این رسید رو به من داد. شما حتما از این پرینت تهیه کنید. این سریال هم که اینجا به شما میده حتما کپیش کنید که الان برای مراحل ثبت نام باید شما اونجا اینو وارد کنید. خب من از این رسید پرینت میگیرم، چاپ اطلاعات میزنم. خب اون کدی رو که اونجا رسید تایید تحصیلی به من داد من در اینجا باید وارد کنم. خب اطلاعات رو مورد قبول من هست، بله رو انتخاب میکنم. بررسی تغییرات رو میزنم تا مطمئن بشم ایرادی کار من نداره. ببینید مشکلی برای عملیات وجود نداره و اعمال تغییرات رو شما میزنید. خب این مرحله با موفقیت انجام شد. خب وارد مرحله بعد میشیم. مرحله دوم اطلاعات ایثارگری شامل دانشجویانی که پرونده ایثارگری در بنیان شهید دارن. این اطلاعات رو باید وارد کنم. خب من در این قسمت اطلاعاتی ندارم. وارد مرحله بعد که مرحله سوم دریافت فرم های مورد نیاز هستش. کافیه روی انتخاب کلیک کنیم تا فایل های مورد نیاز رو دانلود کنیم. در هنگام مراجعه حضوری شما باید این فرم ها رو اگر شامل حالتون میشه رو تحویل بدید. یکی از این فرم ها ویژه اتباع هستش در واقع و یکی هم فرم تناقض معدل هستش. دانشجویانی که معدل دیپلمشون رو تناقض پیدا کرده، اشتباه وارد کردن و حتما این فرم رو پر کنن تا هنگام تشکیل پرونده حضوری تحویل مسئولین تشکیل پروندهشون بدن.
مرحله 4 ارسال فایل مدارک هستش. در واقع اینجا از شما مدارک تحصیلی شناسنامه‌تون رو میخواد. کافیه شما بر روی ارسال کلیک کنید. به عنوان مثلا من الان شناسنامه رو انتخاب کردم، بررسی تغییرات رو میزنم. خب وقتی که با این پیام مواجه شدید که بررسی با موفقیت انجام شد، اعمال تغییرات رو میزنید تا فایل من با موفقیت ثبت بشه. خب فایل هایی که در واقع ارسال مدارکشون اجباری هست رو شما انجام بدید. در قسمت بعدی اتمام پذیرش غیر حضوری انتخاب رو میزنید. وقتی که کلیک کنید بتونم اطلاعاتی رو که وارد کردم در واقع چاپ کنم. بله رو میزنم. فرم مشخصاتی رو که وارد کردیم شما مشاهده میکنید. خب شما حتما یک پرینت از این فرم بگیرید، روی آماده سازی جهت چاپ کلیک کنید، یک پرینت تهیه کنید. هنگامی که مراجعه حضوری به دانشگاه دارید این فرم رو باید تحویل مسئولین تشکیل پرونده خودتون بدید. پیشنهاد میکنم حتما شماره دانشجوی خودتون رو هم در اینجا یادداشت کنید. امیدوارم که این ویدیو آموزشی برای شما مفید واقع شده باشه. ممنون از همراهی شما.